مریضی سخت آریانا سعید در ترکیه و کنسل شدن کنسرت های آریانا سعید که باورتان نخواهد شد. آریانا سعید قرار بود در کدام کشور کنسرت برگزار کند؟ دلیل مریضی آریانا سعید چیست؟ و گریه های عصیب برای عشقش آریانا. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. آریانا سعید، ملکه دلهای افغانستان، هنرمند ناماشنا، محبوب و ستاره درخشان موسیقی افغانستان. آریانا سعید بیشتر از یک دهه می شود در هنر موسیقی افغانستان کارهای هنری خود را آغاز کرده است. وی در این 10 سال هنرمند بی‌بدیل و ناماشنا چهره و صدای خودش را تبدیل کرده است. وی از جمله هنرمندی است که هیچ زمانی و در هیچ شرایط نخواسته با دیگر هنرمندان در رقابت باشد. وی همیشه خواسته کارهای هنریش خاص و تنها و ساده باشد. آریانا سعید بجز جاوید شریف و بعضی هنرمندان پیشکسوت کشور با دیگر هنرمندان کشور نمیخواهد آهنگ دوگانه اجرا کند. جدیداً قرار بود آریانا سعید در کشور استرالیا در شهرهای مختلفش کنسرت‌های جدیدش را برگزار کند، اما به دلیل مریضی سختش در کشور ترکیه تمامی کنسرت‌هایش در این کشورها کنسل شده است و آریانا سعید از تمامی علاقمندان و دوستدارانش معذرت خواهی کرده است و حسیب نامزدش به خاطر صحتیاب شدن دوست و عشقش آریانا سعید از تمامی علاقمندان و دوستدارانش طلب دعا و نیایش کرده است. من هم صحتیابی آریانا سعید را از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستدارتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.